مراسم خیرباد با مؤلف اثری معروفی در آرزوی پدر. کرامت الله میرزا نویسنده خلقی تاجیکستان صبح 20 اکتبر از عالم چشم بست. او 83 سال عمر داشت و از ادیبان نامور تاجیک محسوب میشد. رستم امام علی شهردار دوشنبه و رئیس مجلس ملی و مطلوب خان ستاریان وزیر فرهنگ کشور در گذشت کرامت الله میرزا را تلفات بزرگ در ادبیات گفته به پیوندان و نزدیکان نویسنده اظهار همدردی بیان کردند. همکسبان و همقلمانش برای ودا با کرامت الله میرزا در نزد خانه‌اش در دهه نیلکان جماعت دهاتی راحتی ناحیه رودکی جمع آمدند. اینجا از اثرهای آفریده و خدمت‌های در راه ادبیات و فرهنگ کرده‌اش یاد آوردند. به یگان مبالغه گفتن ممکن است که کرامت الله میرزا زحمتکش‌ترین نویسنده ما بود. اینقدر اثرهایی که نوشتند، هم رمان‌ها، هم قصه‌ها، هم حکایت‌ها، هم واژه‌ها، مقاله‌های پوبلیسیستی فعالانه در حیات ادبی مملکت، در حیات سیاسی مملکت اشتراک می‌کردند. کرامت الله میرزا 25 اپریل سال 1942 در عائله خادم دین به عالم آمده است. از سالهای 60 عصر ماضی به میدان ادبیات وارد شد. در آغاز راه قصه و حکایه ها تألیف میکرد. پس آن رو به رمان نویسی آورد. تحقیق های بدیعی و ادبی و در موضوع های گوناگون و انسان های آفریده او در نسل معاصر ما یک جای نمایان دارد. یک جای نمایان درد ارمان های انسان ها را در هر مرحله زندگی در اثر کرامت الله با رنگ های دیگر، با تابش های دیگر خواننده پیدا میکند. این کس زمینی بودن و زمینی آفریدن قهرمان ها را و از روی اثرهاشون از این جهت فیلم ها هم برداشتن که با مردم بسیار پسند آمد. مرحوم از زمره نویسندگان انگشت شمار تاجیک است که جنگ شهروندی را روی اوراق ادبیات آورده است. رمان مرگ بیگناه او حوادث سالهای 90 را انعکاس کرده است و از روی آن فیلمی همنامش هم به نوار برداشته شده است. مرگ بیگناه اصریش خلق است. جنگ شهروندی ما اگر خواهید که مثلا یک معلومات در بورش یابید، انا همون کتاب کرامت الله میرزایف خونه و با تمام همین وایها نشان میدهد زندگی همون زمانه، فاجعه های همون زمانه توسط این همین خاراکترهای ملی، شخصیت های. آخر مهربان جان، آخر من قشلاق پیش بیار رفتن نمیتوانم کرد. رمان دیگری کرامت الله میرزا که در آن هم تأثیری بدی جنگ شهروندی به تصویر کشیده شده است در آرزوی پدر می باشد. آن سال 1989 اولا همچون قصه تألیف شده، پس آن در سال 2010 به رمان سگانه تبدیل یافت. این یکی از معروفترین رمان‌های نویسنده است و با خط فارسی در ایران هم منتشر شده است. از روی رمانی در آرزوی پدر سلسله فیلمی همنامش به نوار برداشته شد که نه تنها در تاجیکستان حتی در ایران و افغانستان هم محبوبیت پیدا کرد. غیر از در آرزوی پدر، باز از روی اثرهای ماجرای زندگی، درد عشق، مهر مادر و قصه و حکایات دیگری کرامت الله میرزا فیلم ها آفریده شده اند. کرامت الله میرزا سالها کار روزنامه‌نگاری کرده، مدت مدیر شعبه اطلاعاتی و تحلیلی دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان تعیین شد. پس آن رئیس ریاست و شورای نصر اتفاق نویسندگان را به ذمه داشت. همچون غمخور از سوهای ادب و خودبانی ادب خیلی کلان است. وقتی که من رئیس شهر شدم آمدنه بودن جامعه خدمتهای شما کلانه، اما ادیبای ما خونه ندارم. همین رو من به خودتون هم پرابلم ندارم. نه همین ادیبا خونه دارم. این بیده خودشون دخونه همین ادیبا را خود. به گفته پیوندان، کرامت الله میرزا تاکنون بیماری نداشت و صبح 20 اکتبر بدون بستری شدن ناگهان درگذشت. این یک مرگ ناگهانگامی بود که این یگان دردی هم نداشتن.
یگان اذیتی هم نمیکشیدن، کمی خسته حال بودن. طبق عنعنه آنهایی که عنوان شاعر یا نویسنده خلقی دارند در آرامگاه لوچاب کنار اهل زیا گرانیده می شوند. اما کرامت الله میرزا را با وصیت خودش در زادگاه کنار پدرش به خاک سپاریدند. من طرفدار اونم که اون کسی در لوچاب خاک کنند، چون که در قطار دیگر ادیب توک زیارتگاه همه مردمی که به دوشنبه میبون، این البته بهتر است، بهتر بود، لیکن گپ سر این که باز یک چیزای دیگری داریم، ما سنت های ملی دیگری داریم. پدرشون انسان بزرگ بودن، شخصیت بسیار بزرگ بودن و این که خانوادهشون اینها نمیتونستن مثل این که جدا از پدر گروه اینا فهمیدن ممکن. خواهش اولین درجه اونها و وصیت اونها این بود که در همین پهلو، در پهلوی پدرشان یک کلبه میده که در همونجا مطرحش اونجا باشد. اکثرا وقت ایجادیات بودن از استاد مهمان بختی، از استاد لویق، از استاد نظر یادرس می شدن در بعضی روزنامه های دوره روزنامه ادبیات و سنت و مجله صدای شرقی درباره اونها می نوشتن و بعضی موردها می گفتن که این من درباره استادان، درباره یاران و رفیقانم می نویسم، سخن میکنم، حرف میگویم. و پیدا بشده است که بعد سر من نفره که درباره من حرف زنده در مجله های دوره یگان سخنی درباره من. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب. مهرفرین نجیبی، ازیا پلیوس.